از زناش میخریست میفروخته است سومی پرغن کراز خیا که ایبال شوی کمی ترسید ریشی ارباب کمال بکند سر دستش همشه او هیزاش نتونید گه که منی نکنده چی بکند همون ریشاشه؟ پدر میزد نشسته نزد فرزند ورق زرین کتاب همت و پند به میخواند درسی نوجوانی سراسر داستان قهرمانی گهی از مردی فرهاد میگفت گهی از خسروی بیداد میگفت گه از ضحاک ماران داستان گه از جنگ آهنگر بیان گه از وجدان لیلی گوهرپاک گه از فریاد مجنون جکرچاک گه از به فرزندش پدر میگفت تکرار که این پندی مرا در گوش خود دار. در این دنیا هر آن چیزی که دیدم هر آن چیزی که از مردم شنیدم سخن از عشق و زنجیر بودند ز شعر خلق به تدبیر بودند. شرف چیزی تجاوز ناپذیر است هر آن کس که شرف دارد کبیر است مقدس داشت هر کس که شرف را ندیند جبر ظلمی ناخلف را. برای بخت خندانی چنین روز نمودم جنگ با خصم جهان سوز بر دستم بود تیغ پرتیزانی درخشان چون چراغ زندگانی دیاری که در توس خندان تو را باغی که می باشد گلستان زمینی که در آن پا میگذاری و آن تو مهری به اندازه داری پر از خونهای سرخ سیاهن و جنگی به امان ما گواهن. تو آزادی پسر جانم تو آزاد تو را مرغی سعادت بال بکشاد. از محمد غایب مرا نوشته اینجا محمد غایب وحدت چشم بر دو نظر کرد خبردار شدیم زهر را عقل شکر کرد شکردار شدیم فن بر فن اثر کرد اثردار شدیم مهر بر کینه اثر کرد سپردار شدیم. نوش را از بالای هستی ملت نوش کردیم آتش جنگی وطن سوزنده را خاموش کردیم. مادری بزرگوار اینجا در حقیقت داخونده و آدینه و مکتب کهنه از صدرالدین عینی شما خواندگی هستید؟ همه خوندم. آفرینتان. غلامان خوندم جلادان بخارا را خوندم. بهترین. خب قهرمان های مرکزی داخونده کیا هستند؟ قهرمان های اساسی مرکزی داخونده یادگار گلنار اونا نسبت به آبرز آدینه دلیر شجاع و مراد مقصد شما رسند آدمان خیلی چین وقتی که آخه مبارزی راه چی؟ مبارزن دلیر آدینه و گلبیبی چی؟ آدینه و گلبیبی بیچاره و آدینه چی بیدستی چی یک هم بغلی فریبش کردن از امز قرضدار شیسته باز اومست که به مراد مقصدش نرسی و وفات کردن؟ وفات کرد. گلبیبی را ارباب کمال به بچهش به بچهش داشت جنگ کرد و ها به عباد داد جنگ کرد ریشی ارباب کمال را بکند سر دستش همشه او هیزاش نتونید گه که منی نکنده چی بکند همون ریشاشه؟ برای که آخه بچه نمیوایستش آدینش میوایست. مرگ سودخور خوریسمت یک مرد کلک سرکته گرغاوز کتشکم ریشش غلوله هم میره شب گرفته بده است اگر به ریش شب تراشن سختش کن بشتر نمانن میکرد بشکن بشتر ممسیک که زارا ایوم مسیکته نبیده تا پر از زناش میخریست میفروخته است سومی پرغن کراز خیا که ایبال شوی کمی ترسید آخر در حق ده پولکان گفت میل بره نه نصیبش اکا که می چیز سودخور نصیبت میکنه. مادر عزیز پیش از اونه که ما با شما خیرخش کنیم شما یک شعر میخونین عبدالسلام دیهاتی به درواز کسی را که دل شما میخواه مرحمت مادر عزیز. دو سه روزه شدم مهمان درواز نمودم سیر هر بستان درواز و دل همچون بهاران سیقلم داشت تماشاگاه کوهستان درواز به وصف چشمه و آبش چی گویی هزاران سرسبیل قربان درواز شکفته مثل روی دخترانش چمنهای انارستان درواز بخوان حافظ دروازی غزلها زیجوش دل در این دروان درواز اگر پشرک گریزد اگر مثال شپرک پشرک گریزد ستیغ بیرقی تاجدار کرد درواز اگر دشمن است از قبرش بیابند ز قهر پنج پرتوغیان درواز اگر نام انکان حسن خوبی چونی نام بود شایان درواز بعد دیدن ساده اما دلدبای چی سحر است این سیاه چشمان درواز دیهاتی را خماری کرد یک عمر تماشای شما خوبان درواز